یا خدا داجونز رو ببین 1600 700 دلار پا شده. علیرضا دیدی داجونز رو؟ بابا داجونز که ما گرفته بودیم حامد توی لایو عمومیمون توی روز 7/11/2025 جمعه دقیقا من گفتم گوش کن. بگو ببینم بلدی؟ اگه نمیخوای بگی که بگو. داجونز من بلند مدت توی 1 ساعته خودم یه ورودی گرفتم 48400 495 46660 استاپ هم 46406 یعنی 260 دلار تقریبا استاپ داشتم. این خط زرد بالایی ورودیت پایینی استاپ. دقیقاً من تارگت های 48000 تا دارم. از 46490 خب من گفتم که تارگت 48000 تا یعنی 1700 دلار بالاتر داشتم و گفتم تو لایو معرفی کردم بچه‌ها بگیرن دیگه. خودت هم گرفتی؟ 100% میشه نگرفته باشم. بیرو متا اینجا دقیقاً عدد این دو تا ورودی که گفت. آره 46474 ورودیم بوده. استاپ هم 46000 رو ببخشید 406 بوده که روی 48000 دلار من کلوز کردم و اینم پوزیشنم که مشخصه. به من بگو که این کندلات چه تایم فریمی؟ تایم فریم دیلیه. دیلی نه اینا. دیلی 4 ساعت. 4 ساعت است. آره. ولی خب یه حرکت 1700 دلاری از داجونز رو گرفتیم و توی لایو عمومی هم به بچه‌ها گفتم که امیدوارم گرفته باشن استفاده کنن. دمتون گرم.